ترفند زیرکانه ردبول که اون رو از ورشکستگی نجات داد. حدود سال 1990 میلادی که ردبول تازه شروع به کار کرده بود، هیچ بودجه تبلیغ و مارکتینگی نداشت و باید در طی چند ماه فروشش رو چندین برابر می‌کرد، وگرنه به خاطر هزینه‌ها ورشکست می‌شد. مدیران ردبول جمع شدن و به یک فکر بک رسیدن. اونها محل پارتی‌های خفن و سطح بالای شهرهای انگلستان رو پیدا می‌کردن و صبح زود بعد از پارتی قوطی‌های ردبول رو در سطل آشغال‌ها و جوب‌های اطراف اون محل می‌ریختن. حالا جالبی ماجرا اینجاست. مردم عادی و رهگذرها به این سطل آشغال‌ها نگاه می‌کردن و براشون سوال پیش می‌اومد که این چه محصول جدید و خفنیه که همه افراد ثروتمند دارن توی جمع‌های خصوصیشون استفاده می‌کنن، ولی ما نه می‌شناسیم و نه شنیدیم دربارش. و می‌رفتن از دوستاشون سوال می‌پرسیدن بلکه اونها خبر داشته باشن و اونها هم از دوستای دیگه‌شون می‌پرسیدن و به همین سادگی و با بازاریابی ویروسی اسم ردبول در تمام شهرهای انگلستان پخش شد و طی فقط 2 ماه فروش ردبول 20 برابر افزایش یافت. به این سبک تبلیغات و فروش بازاریابی ویروسی میگن و اگر دوست دارید درباره سبک‌های دیگه فروش هم یاد بگیرید، هایلایت ماجستیک تریک رو توی پیج نگاه کنید.